یارو نوشته اگه راست میگی بیا اینا رو با موبایل آموزش بده، اون مزخرفا رو که همه بلدن بزنن. داداش تو آموزش میخوای چرا میای میرینی به ما؟ بیا اینو آدم بگو آموزش بده دیگه. ببینیم با این موبایل بهت اینا هم یاد بدم. شما نیاز به 2 ویدیو دارید که در یکی سوژه اینجوری هستش و در ویدیو دوم سیشتیر عالمینشو میزنید و سیشتیرش میکنید بیرون. بچه‌ها برای اینکه مغزتون گوز پیچ نشه من روی یه ویدیو بهتون آموزشش دادم. ویدیویی که سوژه‌تون از تصویر رفته بیرون رو روی ضربه بزنید و از این گزینه اوورلی بکنید و ببریدش اونجایی که میخواید توی صحنه اول قید بشه، یعنی اینجوری، و بعد اون قسمت اضافی رو کات بزنید و ببریدش عقب‌تر. وقتی که بردید عقب بعد یه جابجایی انجام بدید. بیاید روی ویدیو بالایی دقیقاً اونجایی که ویدیو پایینی هست یه کات بزنید، رو ویدیو بالایی بزنید از این گزینه اوورلی، روی ویدیویی که سوژه رفت رو این گزینه بزنید که بره لایه بالا. به لایه اوورلیمون از بخش فیلتر این فیلتر رو میدیم و 3 تا کات روش میزنیم. حالا روی این 3 تا کات بعد ماسک بکنیم، بیاید روشون بزنید از بخش ماسک این گزینه، یکیش تمام بدن، یکی لباس و یکی سر. تمام شد و رفت. حالا بعد از این از بخش افکت ها این افکت رو انتخاب میکنیم و از بخش آبجکت روی آل میذاریمش و تمام شد و نفت.